جایزه صلح نوبل که یک جایزه معروف جهانی است، همه ساله در 6 رشته از رشته‌های صلح، ادبیات، اقتصاد، کیمیا، فیزیک و طبابت صورت می‌گیرد و جایزه صلح معمولاً کوشش میشه که یک بعد غیر سیاسی داشته باشه و بیشتر در رابطه‌های مثلا بشری که خدمت بزرگ انجام شده باشه اهدا شود. مثلا برای سازمان پاسخ‌های اضطراری سودان برای امداد رسانی، یا مثلا برای نخست وزیر قطر به طور مثال به خاطر میانجیگری برای آتش بس، برای دادگاه کیفری بین‌المللی ICC به خاطر پیگیری جنایات جنگی، یا مثلا جنبش‌های محیط زیست و از امسال هم که تا به حال لیست نامزدهای او نشر نشده، احتمالاً به یک شخص نچندان مشهور اهدا خواهد شد.